جنگ زنبورها را گلنوزه بار اول می‌بیند. این صحنه برایش خیلی جالب است، زیرا از این به بعد این زنبورها همراه با 10 عائله دیگر زنبور عسل مال او خواهند بود. گلنوزه یکی از 20 زنی هست که درس زنبور پروری می‌آموزد. آینده‌اش بسیار خوب می‌بینم، زیرا که در این کار من هوس بسیار دارم. همه چیز از روی احساس هوس سر می‌شود و از خودم باوری دارم که در این کار موفق می‌شوم. برای 20 تن از زنان کمبیزات بشغل از 2 جماعت ناحیه بلندکوه مومن‌آباد، حکومت تاجیکستان در همدستی با فوند بین المللی رشد کشاورزی ایفت و برنامه غذای سازمان ملل متحد درس زنبور پروری را به راه مانده است. بعد انجام درس که حدوداً 1 هفته ادامه داشت، به شرکت‌داران تمرین 10 عائله زنبور عسل و لوازمات زنبور پروری تقدیم شد. این طرح را اسوسیاسیون اینترمیو تطبیق می‌کند و بودجه آن در تطبیق این طرح $58,000 است. زن خودش جنسی نازک است و فکر میکنم که زنبور پروری برای زنها بسیار موفق است. بسیار کاری هم آزاده است، کاری سبک است، هم کاری بسیار دلچسب است. زنبور پروری و تولید عسل در تاجیکستان اساساً کسب مردانه ارزیابی می شود. با استثنای 1-2 مورد کارمندان این ساحه اساساً مردها هستند و زنها اکنون به کار در این رشته آماده می شوند. عبدالقهار حسینوف 40 سال به پرورش زنبور عسل مشغول است. او زیاده از 100 عائله زنبور عسل دارد. شخصا من به حساب میانه هر سال 20 30 25 کیلوگرم و بعضی سالایی که نیامده میاد 10 15 کیلوگرم. در عموم 2 تن 2.5 تن عسل در یک سال میگیرم. ناحیه مومن‌آباد تاجیکستان که 93% قلمروش از کوه‌ها عبارتند، برای پرورش زنبور و تولید عسل شرایط مساعد دارد. متخصصان شماره عائله‌های زنبور عسل را در کشور به 220,000 شمردند. با قول آنها نباتات تاجیکستان این توان را دارد که 1 میلیون عائله زنبور را با شهد تأمین کند. آن رسانه‌ای که شهد می‌دهند این بایگری طبیعت ما است. بغیر از زنبور عسل باز گروه دیگری حشرات‌های هستند که از شهد رسنی استفاده می‌برند. اکثریت شهد رسنی ما رو در نتیجه نگرفتن باران شسته می‌برد، در شعاع آفتاب خشک شده می‌رود و این بی‌فایده می‌رود. اگر شما ببینید بسیارتر کسی که تاجیکستان میاد عسل میبره از تاجیکستان. برای چی؟ برای اینکه میدونن که طبیعت تازه است، عسل تازه است. در حالی که در امریکا و اروپا متخصصان از کمشوی زنبور عسل نگرانی میکنند، زنبور پروران تاجیک میگویند که این ساحه همساله رشد میکند، هرچند آنها اعتراف میکنند که تغییریابی اقلیم به زنبور پروری به تأثیر نمانده است. زواد و فابریکا و چیزا بسیار شدن، خیلی طبیعت ها بگیم که خیلی چنگ غبارآلود میکنن. همین چنگ غبار در گلو که میشینه خیلی منبع همون خوراکای بعضی خوراکای همین زنبور کم میشود. همین سببای کمشوی زنبور عسل شده در تمام روی دنیا. پرورش زنبور عسل از پیشه‌های پرمشقت ساحه کشاورزی است، اما در مقایسه با بخش‌های دیگر درآمد خوب دارد. 1 کیلوگرم عسل در بازارهای تاجیکستان از 30 تا 50 سومانی قیمت دارد. تاجیکستان سالانه حدود 4000 تن عسل استحصال می‌کند که تقریباً در بازار داخلی مصرف می‌شود. تاجیکستان برای صادرات گسترده این محصولات به خارج کشور تلاش دارد، اما حاصل زنبورهای عسل همه ساله یک رنگ نیست. بنابر آمار رسمی سال 2014 تاجیکستان همگی 3 تن عسل را به خارج از کشور صادر کرد، در حالی که سال 2013 صادرات عسل 23 تن بود. گلنوزه از وضع زنبور پروری در جهان، تغییریابی اقلیم و تکنولوژی نو این ساحه معلوماتی کافی ندارد، ولی میگوید اکنون میداند که چگونه 10 عائله زنبورش را به 100 عائله تبدیل دهد و زنبور پروری نامی شود. زنبور پروری را در همین جامعه 10 زن پیش برد، با از آینده که از آنها با 10 تا دیگر یاد گیرد، این بسیار کار خوب می شود برای جامعه ما که مردم بیکار نمیمونند، به هر یک کس میآموزند برای خودشان.